یو گایز شده بچه ما ایجی که اصلا خیلی خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدین داخل این ویدیو آموزش اینو بدین که بیشترین ست در بیشترین ماموریت رو بگیریم. الان دو تا ماموریت تکای نقشه برام اومده. الان بهترین آیتم ها جمع کنم. شما به این چه آیتم های جمع وصل برمیدارم. یه ست برداشتم چه ستم به شدت خراب شده و بچه خیلی هیل باید ببرید داخل این ماموریت ها که میر گریزا به سر و اینا زیاد هیل نبید، ولی اونجایی که میسیم هدن نمک بچه بدونید که وحشتناکی. مثلا من 14 تا اینو بردم، 14 تا هیل معمولی مصرف شد و یه دونه‌شون. خب الان میریم بچه ها، هم اتحادمونه بچه دوست داشتید عضو بشید بچه. من هر روز ویدیو میذارم، هر روز 2 تا 50 تا حداقل ویو میگیرم، ولی شما لایک نمیکنید بچه. ستام هم میبینید خرابه و یه دونه افسر هم برداشتم بحث ایزیاد که میتونید چند تا پوستم بگیریم بغلش، میبینید نه خیلی خوب. خب رسیدیم بچه ها، نوشید رد خون رو دنبال کن. اصلا با اسم معمولیت دیگه باشه، خیلی ترجمه فارسی اینجوری شه. اصلا این تفنگ نباید می آوردم که تفنگ به شدت چرتیه و اون فقط واسه رد چار و معدن کرومیت بهتر جواب میده. اینجا دیگه میگی اگه این مکس بشین قشنگ 2 شات بزنید همه رو رتفار کنید. چه دوتایی هم یکم نور بازی هم بیاد، چون واقعا اون موقعی که من بازی میکنم نور بازی به شدت کمه و الان من ساعت 12 اینا باشه من ویدیو میگیرم و هم خوابم و اینا هم بچه. اینجا با مخفی کاری من بخاطر این ویدیو خسته کننده نشه برم و بیام یه سری میزنمشون دیگه بدبختی. آره بگم این به قسمت به بعدش 3 تا پوشی هم داره. آره 3 تا پوشیدم که بیشه مخفی کاری داشته باشم دیگه اینا نیان تو صورتم حلقم با اینا میزه مفته ها، چرخ مفته یه چرخ میدم مفته با 2 شات هم میخوابم و خیلی میزم باید اینا میبینید دیوانه شدن. این هم چیه میان میره دمه هم نمیرم خواستم بکنم من نمیشه و اینا پس میکشتم آده این دیگه مصرف کردم حواسم نبود اینجا نکشتم اونو. خب بچه اینجا هم درخت مرخ خواستیم بزنینم زدم خیلی اینا بوتم بدن و خیلی چرتا. اینم باز کنیم نگه کفشی در بیابان بچه نعمته. این هم ست مفتی گرفتیم همینجا علکی همه چی اینجا میده خیلی مفته. اینا هم وایسادم اینا برن خیلی رو ماخه بچه. نبینید من اینقدر سریم این ویدیو خیلی بالاست و همین. خب بچه الان بریم معمولیت بعدی هم انجام بدیم. خب این معمولیت حالا بریم بایو. آقا بایو بهترین منطقه رد 5 نه هر لحاظ بگیری بهترینه. تو فقط میخوای لوت چرمیه فقط بیا بایو یا دریاچه های هر منطقه سختن حیوان زیاد نم ولی خیلی خوبم. آیتمای خوبی بهتون میده. حداقل بهتر اون گریزا به سر میده. حواسم نبود حداقل بهتر اون گریزا به سر میده هیچی بهتون نمیده. اینم بابونو ازم روی ریشه طلایی اینجا ریخته. هر 2 قدم یه ریشه طلایی میگیری. قشنگ من یه بار اومدم 20 تا نزدیک 20 تا ریشه طلایی هم میگیری جمع که الکی و اینکه خیلی خوبه بچه. این معمولیت هم میه معمولا نزدیکشون میاره و این خیلی خوبه. من یکم دیگه هم قرار کوله رد 5 رو بتونم که خیلی کمکم میکنه. اینجا پشه افتاد دنبالم خیلی بدم بچه پشه ها و تندرستی که محافظت میکنه این بود بچه. من رفتم گشتم هی میومدم اینجا میگشتم برای فکرم دومین بار کلن نیست و فهمیدم کلن فقط یه دونه آورده برام و اینجا هم خیلی بد بود که رفتم تو آبا و اینم دمیج بهترناک زیادی میده. اینجا هم حواسم نبود اینو دارم هیلمو خورد قشنگ هیلمو خورد نامرده هیلمو خوردم. خب اینجا خداشو کودیاکو اینا بهمون کاری ندارن حداقل روی اینجا 120. آره دیگه 120 دیگه تهشه بچه دیگه با 120 بیان اینجا جرباجی کن. آقا اینجا فهمیدم نمیشه رفتم و اومدم سری که اومدم این بار همین اولاش بکنم دیگه چرا اولش این هم سری جمع میکنیم اینجاش دیگه نرفتم پیش کن درگیری ایجاد میشد خیلی بد. خب بچه این روزا هر روز هم ویدیو میذارم و خیلی خوبه. من یه نه نظرتو تو کامنت ها بگید حتما لایک و ساب. آقا یه سابمون نشه آقا من تو رو خدا پارتنر بازی هنوز نشم
میگه 12-13 تا ویدیو دارم ولی بازم نتونستم بشم. حداقل نیازی 100 تا ساب. من 6-7 تا ساب دارم، این خیلی بده. و لطفا سابسکرایب کنید. حداقل 50 نفر 10 نفر تو ساب نمی‌کنید به خدا. ولی دمتون هم گرم، ویدیو همینجوری هم میبینید. بازم عشق منی، دمتون گرم. اینا هم به گرگا رو زدم و خیلی خوبم بچه‌ها. خب میریم سراغ حیوانات دیگه. این هم زدیم. البته دیگه حیوانات دیگه اونجا دیگه میرسم تمسا میاد در رفتم. آره خب اینجا بدترین کار ممکن کردم، رفتم فکر کنم تو صورت یکی از اینا. آره دقیقا بدترین کار ممکنه کردم. رفتم بیرون اومدم 3 تا عوض کردم، غذا خوردم، قشنگ 3 تا هم دهنی سرویس شدیم ست. و بچه واسه این معمولیت معمولا ست که مخفی کاری هم تفنگدار رو ببری کلانتر زیاد خوب نیست دفعه این مناطق. و کلانتر درست دوام خیلی زیاد داره. مثلا من این سوت کلانتر رو یعنی یه بار تعمیر میکنم، یه 4-5 روز قشنگ استفاده میکنم. 4-5 روز که نه، 3 روز استفاده میکنم قشنگ معمولیت لوت میزنم. همینجوری که این معمولیت هم این لوت هم میزنم و خیلی خوبه. بچه اینجایی که کات میخوره به خاطر اینه که وقت شما عزیزان گرفته نشه، وگرنه چیزی برای من نداره. اینجا میخواستم باگ دیوار استفاده کنم. بچه اینجا میبینید کیفیت خود اصلی گیمو گذاشتمش که شما اذیت نشید. آره اینجا خیلی بد وایسادم، یکی بعد وای میسادم. نگاه 10-20 تا قشنگ تیراندازن قشنگ، دهنم سرویسه. به سختی دارم میزنمش، میام اینجوشو خوب دقت کنید. وقتی صدای گیم رو کامل باز کنید، مثلا وقتی 3 تا صدای تیر شنیدید درجا بزنید، 2 تا صدای اسنایپر رو شنیدید درجا بزنید، چون مهم نیست، چون اون تیراندازه خیلی بد دمیج نمیده. ولی اون اگر مثلا الان 2 تاشون بهم زدن قشنگ هیلمو نصف کردم، مجبور شدم 2 تا دیگه مصرف کنم. این خیلی بده که اولیه جایی که دارم میام و این خیلی برام بده دیگه. من اینجا شب بزنم به صدای آهنگ گوش بدید. اینم آخرین پست چهترینشون بود و رفتم صورتی زدمش و این بد بود. ولی دینامیت ندارم بچه، کمبود دینامیت خوردم. بعد هم یه چند معمولیت انجام بدم که بهم بده. من زیاد یه معمولیت نمیرنم هست. بچه ببینید چقدر دود بهم دار. اصلا تو وضعیت رو نگاه. بچه گفتن یه دونه هیل برام میمونه، دقیقا یه دونه هیل برام بود. و بچه نگاه کنید چقدر ست
یه ست کلان تخواه ما حساب نکنیم واقعا کلی ست داره. حالا جایزه هاش هم مونده، الان آخر سر بهتون نشون میدن چقدر آیتم و ست و گان مجانی قشنگ اینا فری هم. به ماموریت انجام دید معمولا برای سکش. اینجا یه تفنگ بهم داده، یه دونه کلاه تفنگ داره خیلی خوب. بچه اسم تفنگ داره واقعا و اینو اول انتخاب کردم من ماموریت ها رو بگیرم. خب رفتیم ماموریت رو گرفتیم. حداقل هر روز 100 تا سکه بهم میدی، 120 تا سکه. بچه اینا بنده خدا غذا بهش نداره، مثل تلو میده. ای کاش ما هم اینا داشتیم. خب الان میدیم داشته باشیم ولی سخته برام. بچه لایک و ساب تو رو خدا یادتون نره، دمتون گرم. خب کلا اینا من الان میام میذارم اینجا، اینا حساب نکنیم بس. الان میام میذارمش داخل چست اصلی، تو چست اینجا میذارمشون. 1 2 3 4. اصلا تفنگ نباید میابود بچه ها. کل چیزایی که حساب کنی اینقدر شد. کلا این همه آیتم مجانی فری تونستی بگی. بچه ها تا ویدیو دیگه خداحافظ.